دوستان سلام. میخوام امروز در واقع 0 تا 100 ساخت چارچوبای فرانسوی رو بهتون بگم. قبلا هم این کارو کرده بودم، یه ویدیو خیلی کامل هم هست، منتهای مراتب چون اصلا توش صحبت نشده و در واقع به زبون بی زبونیه، گفتم که شاید بهتر باشه یه دونم یه ویدیویی داشته باشیم که در واقع توش صحبت کنیم و توضیحات لازم رو بگم. برای همین در واقع شروع میکنیم از اول کار، اینکه برشکاری ها چجوریه، ابعاد چجوریه و زبونه کردن چارچوب فرانسوی چجوریه، تا همینجوری به مرور با هم میسازیم و میریم جلو. من واقعا آدم خوبی ام، اینو هیچ موقع فراموش نکن. اولین اصلی که شما باید در واقع در رابطه با چارچوب‌های فرانسوی ببینید، ابعاد استاندارد چارچوب‌های فرانسوی. خدمتتون عرض کنم که الان دیگه به صورت کلی میشه گفت منسوخ شده که برای درهای ورودی آپارتمان چارچوب فرانسوی بزنم. الان معمولا این درها ضد سرقت دیگه خودتون میدونید، اونا میندازن این آشغالیا و خدمتتون عرض کنم که دیگه ابعاد اون به اون صورت به کار نمیاد. ولی یه جای ذهنتون داشته باشید که ابعادش معمولا بین 1 تا 1 و 20، قدش هم معمولا 2 و 20 میذاره. و اون چیزی که الان کاربرد زیادی داره در رابطه با چارچوب‌های فرانسوی، درهای سرویس و درهای اتاق خواب. که درهای اتاق خواب در واقع ابعادشون عرض 90 در قد 2 و 20، سرویس ها 80 در 2 و 20. معمولا 70 هم من دیدم که میزنن، ولی استانداردش 80 سانت. پس شما زمانی که میرید برای اندازه‌گیری تو ساختمون باید یادتون باشه که چی؟ ابعاد استاندارد اینه، نسبت به استانداردها اینو در واقع اندازه‌گیری کنید. و سمت لولاش هم موقع اندازه‌گیری باید اونجا در نظر بگیرید که کدوم سمت دیوار در میخواد باز بشه، به کدوم سمت باز شه که شما لولاش هم جوش بدید. این از نکته. اگر دقت کنید اینجا من چارچوب‌ها رو از قبل بریدم به قد 2 و 20. البته یه چارچوب هم داریم که قدش 2 و 50، اون حالا استثنایی. اینا قدش 2 و 20 و قسمتایی که در واقع چتیبه‌هاشه که اینا رو هم بریدم، زبونه هم کردم. یه دونهشو نگه داشتم که در واقع زبونه کردن روش بهتون توضیح بدم و اینکه بریم قسمت زبونه کردن رو بهتون بگم و عشق کنید. خب شما اول از همه باید بدونید که چند سانتی ببرید. خب باید این سمت چارچوب اندازه بگیرید. عددی که به شما نشون میده 3 سانته. 3 سانتی اینور 3 سانتی اینور میشه 6 سانت. پس وقتی شما پشت در پشت چارچوبتون قراره بشه 90، باید از 90 سانت 6 سانت کم بکنید که میشه چقدر؟ میشه 84 سانت. 84 سانت شما کتیبه رو برش میدید به صورت صاف. حالا وقتی که اینو برش دادید باید در واقع یه حالتی کنید که این دوتا رو هم چیپ بشه. ببینید اینجا الان فاصله داره. این اصطلاحش در واقع اینه که زبونه باید بکنید. وقتی زبونه بکنید به این شکل میاد، تو هم دیگه کامل چفت میشه. من اینو بهتون توضیح بدم روی این چارچوب. ببینید شما نیاز دارید که عمق اینجا رو متر بگیرید. الان این چیزی که به ما نشون داده دقیق 1 سانت و 7 میله. استانداردهای مختلفی داره، ولی این چارچوب که ما الان استفاده می‌کنیم 1 سانت و 7 میله. شما 1 سانت و 7 میل رو از این قسمت، ببینم تو دوربین میفته. آره. شما 1 سانت و 7 میل رو از این قسمت سوا می‌کنید. یه خط می‌کشید. احتیاج دارید که گونی هم پیشتون باشه. مجدداً اینو خط می‌کشید. اینجا چه خورده جالبه، از این کنجی که صافه و قوس پیدا میکنه، شما مجددا باید یک خط بکشید به سمت انتهاش. اگر با گچ بکشم که بهتر دیده بشه، ببینید این قسمت رو شما کامل باید برش بدید و حذفش کنید. 1 سانت و 7 میل، نه بیشتر بشه نه کمتر بشه، چون اگر کمتر بشه اینجا با فاصله وای میسه، بیشتر بشه درز میندازه و کار شما خیلی زشت و تابلو میشه. بعد از اینکه اینو برش دادید یه همچین شکلی در واقع دیده میشه. ببینید این الان قسمتی که قرار هست به این حالت میشه. به این میگن اصطلاحاً زبونه کردن. این باعث میشه که کار شما دقیقاً چفت همدیگه در بیاد. ببینید دقت کردی؟ به این میگن زبونه کردن. بسیار خوب. این قسمتیه که خیلی اهمیت داره تو ساخت چارچوب‌ها. شما قطعی‌ها رو به این حالت میچینید. حالا نسبت به ابعاد مغازه‌ای که دارید، واسه من این حجم خوبه. و خدمتتون عرض کنم که باید همچین ورق‌هایی به این صورت برش بدید، از قبل داشته باشید. از میتونید در ورق‌های دست دوم و تیکه و ضایعاتی که دارید هم استفاده کنید، چون میره پشت کار و در واقع سود چارچوب‌ها روی همینه که از دست دوم ها استفاده کنید. و خدمتتون عرض کنم که به این حالت ببینید اینجا رو یوسف جان بعد اینجا جوش بدید و اینم که از شاخهاشه. حالا چرا باید این کارو بکنید؟ چون دهنه این چارچوب
وقتی که ورق نزنید، وقتی در باز و بسته میشه ممکنه با در باز و بسته بشه، یعنی یه ذره بازی کنه. این ورقو میذارید که از اون موضوع جلوگیری کنید. و اینکه وقتی پشت این هم سیمان میره کامل درو میگیره. یک بخش دیگه هم که داره دلیل اینکه میزنن به این خاطره که وقتی پشت این چارچوب در واقع گچ میشه، گچ باد میکنه و وقتی گچ باد میکنه این چارچوب هم با خودش هول میده. پس اینو میزنید که از اون موضوع جلوگیری کنه. این نکته‌ایه که حتما باید انجام بدید. نمیشه بگید نزنم و فلان اون جریانا. اینو تا اینجا داشته باشید تا بریم سراغ قسمت بعد. اینا رو جوش دادید چون در واقع جوش باعث میشه که یه مقدار حرارت ایجاد شه. این چارچوب شما به سمت مخالف قوس پیدا میکنه. یعنی چی؟ اگر دقت کنید یه قوس اینجوری داره. اینو بعد از اینکه جوشکاری‌های ورق‌ها و چاقش انجام دادید، بلند کنید و یه ضربه بهش بزنید. به این حالت. یه ذره قوس منفی هم ایجاد شه بهتره. همه رو دونه این کار میکنید و بعد شروع به کلاف کردن میکنید. بسیار خوب. حالا رسیدیم به سر نقطه‌ای که در واقع ورق‌های داخل اینا رو جوش دادیم، صافش کردیم و می‌خوایم کلافش کنیم. این قسمت خیلی مهمه. ببینید بهتره که لبه در واقع چارچوبتون به سمت بیرون باشه، این لبه‌ای که در واقع در روش میخوابه، قسمت زبالش. و اینکه کتیبه بالا رو برمی‌دارید همونی که قبلا زبونه کردیم. این حالت اینا هم دیگه چفت میشه. درسته؟ هم دیگه چفت میشه. چارچوب فرانسوی چند تا در واقع قطعه فلزیه که از سمت پشت خالبندی نمیشه، از سمت در واقع جلو خالبندی میشه. حالا چراشو بهتون میگم. ببینید اول پشتشو با هم یکی میکنید، یه خال از سمت داخلش میزنید. خال داخلی که زدی اینا رو هم با هم یکی میکنید و خال بندی رو از سمت داخل میزنید. این هم خاله میشه. میری سراغ این لای. اینجا اینجا. این یکی هم دقیقاً به همون حالت. اول از سمت پشت خال بندی میکنی. و بعد این قسمت جلویی رو. خیلی. شما پایین وایسا. یه بار بالاشو متر میزنید 90 سانت دقیق. میزگردمون هم که 90 دقیق بریدیم. درسته؟ خیلی. این قسمت پایین دو تا نکته مهمه. اینجا. یه موقع است چارچوب شما بخواد شروع بندی کنید به در واقع خال بندی. کله چارچوب اینجوری خوابیده. میبینید یه ذره اینجوری قوس داره به سمت پایین. میلیگرد شما دیگه اینجوری خال بندی نمی‌کنید. اون سمتی که خوابیده رو کامل جوش میدید و این سمتشو به سمت پایین می‌ذارید. دقیقاً یه همچین شکلی. اینو دو طرفش خال بندی می‌کنید. و زمانی که شما میلیگرد رو بیارید بالا برای خال بندی این طرف، این کجی کار خودش ساخت میشه. ببین الان ساخت. اینجا هم دقیقاً مثل بالا خالو از داخل می‌ذارید. اینجا نقطه‌ایه که شما باید دویدگی بگیرید. دویدگی هم دیگه ساده ترین کار تو آهنگریه. از اونجا بگیرید. خب این الان دویدگیش درسته. اینجا رو خال بندی می‌کنید. قسمت بالایی هم کامل خال بندی می‌کنید و جوش میدیم و سنگ می‌زنید. بعد از اینکه جوش گذاشتیم و سنگ زدیم این قسمت لولاش هم بهتون توضیح میدم. بسیار خوب. الان این جوشاش تکمیل شده. قسمت پایینی وقتی جوش دادید اصلا نیاز هم نیست سنگ بزنید چون میره تو زمین. بالایی‌ها رو سنگ می‌زنید و میرسیم سر قسمتی که می‌خوایم لولا کنیم. به این حالا بستگی داره که در شما چپ باز شده یا راست باز شده. خیلی خوب. الان لولا رو بعضی از آهنگرها از سمت بیرون اندازه میزنن و ما از سمت داخل در واقع در نظر میگیریم که لولا به کدوم سمته. الان اصطلاحاً این لولاش قراره به سمت داخل چپ بخوره. اینجا ببینید لولاهای سردیزه که مناسب در واقع چارچوب‌های فرانسویه. چی قشنگ صاف بگیر. مناسب چارچوب‌های فرانسویه. می‌بینید که یه قسمت سه تایی داره و یه قسمت دو تایی. این قسمت دو تایی در واقع بسته میشه روی درهای چوبی و این ثابت میشه روی کلاف چارچوب. پس بهتره که اینا رو در بیارید، پین و این قسمت دو تاییشو سوا کنید که یه موقع اشتباه جوش ندید. این قسمت سه تاییش. فاصله‌ای که باید در نظر بگیرید تقریبا هولوش 13 14 سانته که یه ورق 13 سانتی من دارم میذارم که همش یک بشه. اینو شروع کنید به خال بندی. ببینید اینجا رو یه خال میدید.
این قسمتش هم جوش میدی. بعد از اینکه در واقع اینجا رو شما دو طرفش رو جوش دادی، همین کافیشه. من یه موقعی دیدم که در واقع وسط سوراخایی که برای پیچ شدن هم بعضیا جوش میدن. یه موقع اگه نیاز بود لولا در واقع جابجا بشه، این دیگه کلا لولا بین میره. الان داره 15 16 تومن پول لولاه. بس وسط خود نزنید. ببین قسمت پایینی، ببینید لولایی که سمت پایین میخوره حداقل 35 سانتی یا به اندازه 1 الکترود شما فاصله بدید. من یه موقعی دیدم این برمی‌دارن لولا رو اینجاها میزنن. خب این تا اینجا ممکنه یه موقعی بره تو سیمان و سرامیک و این جریانا رو در گیر میکنه. شما 35 سانت فاصله میدی، الکترود رو برمی‌داری نسوزه. اینم همون حالت. از دو طرف خیلی خوب. بهتره جوش ترتمیز بدید که خیلی سنگکاری نشه، ولی من سنگش هم میزنم. یعنی بعد از سنگ کردن این لولاش تکمیله. میریم برای قسمت پشتی. خیلی خوب. اینم قسمت پشتیش. بعد از اینکه لولا رو جوش دادی میلگرد ایمنی رو میزنید. این برام دقیقاً مثل همون ور اگه یه طرفش پنج بود بندازید به سمت پایین، دو طرفش رو جوش بدید. این الان جوشش تکمیله. بیاریم بالا اینو یکی میکنیم. هول جوش پایین تکمیل شد. بیا بالا. خیلی خوب. رسیدیم قسمت بالایی اینم جوش میدیم. این برام همون حالت. اینا که یه ذره فاصله میفته این مشکل از کار شما نیست. چارچوب یه ذره فاصله یا 4 اف اینجا به کارت اینجا. یه ذره میکشی پایین خال میزنی. معمولا این اتفاق میفته که یه ذره کج وای میسه. یعنی یه ذره کجه. اینو با دو تا ضربه کارت شما رو باید یه دست باشه. این قسمتی هم که در واقع زبونه کردید معمولا اگر درست زبونه کرده باشید مثل این کامل چیپ در میاد. یعنی اگه ذره فاصله داشت دو تا ضربه هم پشت این بزنید. دو تا اینجا. یعنی کامل این درزم بسته شد. این چارچوب فرانسوی ما تکمیل. سنگش هم بزنید تموم.